من این پوزیشن رو پیدا نکردم، این پوزیشن من رو پیدا کرد. خیلی اون منتالیتی این که مثلا برای امتحان باید بخونم و مثلا اون کامپتیشن و یا اون خیلی به من کمک کرد. یعنی من مثلا تو ایران که بودم فکر می‌کردم چقدر مثلا ما تحت فشار بودیم سر این مسائل کنکور و نمیدونم اینا. مثلا واقعا میگید اون سختیایی که ما حالا تو سیستم ایران چقدر چه درست متحمل میشیم یه جورایی ما رو آماده میکنه واسه یک اکوسیستم بزرگتر مثل کشور مثل کانادا یا آمریکا. من باید بپرسید 50 تا ایده خوب بهت میده، ولی کیه که اون ایده ها رو بتونه به جایی برسونه که ازش پول در بیاره. الان دنیا شده اصلا دنیای کانکشن دیگه. یه سویت اسپاتی وجود داره که تو میرسی به یه لول سینیوری که مثلا نصف روز میتینگ، نصف روز داری کد می‌ذاری. من فکر کنم اونجا خیلی لول خوبیه. نیاز داری با اون فرهنگ شرکت‌های مختلف آشنا بشی، ببینی روند کار چجوریه. ارورایی که من تو کار این اینترن می‌بینم احتمالاً اون لول 3 هم تو کار من می‌بینه. یه صحبتی که به وجود میاد تعادل بین کار و زندگیه، اینکه چجوری اینکه در کناری که شما داری تلاش می‌کنی از زندگیت هم لذت ببری. من شغلی که بودم خیلی چیزا واسم دسترس بود که شاید حتی اگر تو شریف بودم واسه من دسترس نبود و یه جورایی اگر شما توی دانشگاه درون هستید خوب باشید به اصطلاح یه ماهی بزرگ توی تنگ کوچیک میشید، یعنی اون توجه رو به شما میکنه. سلام، خیلی خوش اومدید به این قسمت از رادیو کامپایلر. من سینا هستم، در این قسمت میزبان معین حسنی از کشور کانادا. قبل از هر چیزی یه بیوگرافی کوتاه از معین بهتون بگم. معین لیسانس کامپیوترش رو از دانشگاه بوعلی سینای همدان گرفته و فارغ التحصیل مستر کامپیوتر ساینس از دانشگاه ساسکاچوان کانادا. تو سال 2024 برنده بهترین ریسرچ در حوزه تکنولوژی و مهندسی از دانشگاه ساسکاچوان شده و در حال حاضر به عنوان یک مهندس یادگیری ماشین داخل کشور کانادا مشغول میکنه. چه خبر مایی؟ همه چی ردیفه؟ مرسی، ممنونم، خیلی معرفی خوبی بود و آره خودم فکر می‌کنم انقدر میتونستم دیتیل بدم. خیلی عالی بود. خیلی عالی. یکم از کارت بهمون بگو. الان به عنوان یک ML انجینیر چیکار می‌کنی؟ وظیفت چیه؟ ML انجینیر یا همون مهندس هوش مصنوعی وظایفش یک جایی بین مثلا یک ریسرچر و یک سافر انجینیر مهندسی نرم افزاره. یک جایی اون بین قرار میگیری که هم مثلا همزمان باید روی ریسرچ فکر کنی، ریسرچ پیپر بخونی، ببینی چی جدید اومده بیرون توی مثلا AI و همزمان باید فکر کنی که خب اینو من چجوری پروداکشنایز کنم، ببرمش مدلش رو چجوری دیپلوی کنم و مثلا این سافر سیستم رو مثلا کلا چجوری لانچش کنیم و دیتا رو از کجا بیارم و یه جورایی یه مهندس نرم افزاری هستی که همزمان مثلا یه مقدار ریاضیات و آمار و یه مقدار تئوری مثلا ماشین لرنینگ و اینا بلده. یک جای اون بینی، نه کاملا سافر انجینیری، نه کاملا یک مثلا ساینتیستی، یک جای اون بینی و یه طورایی هر دوش هستی ولی هیچ کدومش هم نیستی. آره درسته، ولی فکر کنم خیلی به هر حال سافر انجینیرینگ مهمه توش. درسته. چطور این کار پیدا کردی؟ چقدر طول کشید و حالا از چه پلتفرمایی استفاده کردی؟ لینکدین؟ آره حتما. من موقعی که داشتم ارشدم رو تموم می‌کردم تقریبا حدود 3-4 ماه قبل از اینکه پایان ارشدم برسه شروع کردم دنبال کار گشتن، چون خب به نظرم طبیعی بود که 3-4 ماهی طول بکشه و خیلی جاها اپلای کردم این ور اون ور و خب تایمی بود که شاید الان اینجا توی کانادا از هر کی بپرسید میگه که نمیدونم بازار سختیه و از این حرفا و جزء اون مثلا تایم بعد کووید بود و چندین جا اپلای کردم و نهایتا 2 تا اینترویو من داشتم. یه دونش با یه شرکتی توی همین شهر خودمون بود و یکی هم باز با یه شرکت دیگه توی شهر خودمون بود و شهر ما هم کوچیکه، حالا میتونیم بیشتر از اون حرف بزنیم جایی که من زندگی میکنم و خیلی واسم عجیب بود که اصلا این پوزیشن توی شهر ما وجود داره. یعنی من خیلی ذهنم این بود که من قراره مثلا برم از اینجا، مثلا قراره برم چه میدونم تورنتو یا کالگری یا یه همچین جایی
ولی بعد یه دفعه خیلی حالا اتفاق کمی که افتاد این بود که من این پوزیشن رو پیدا نکردم، این پوزیشن منو پیدا کرد. کسی که ریکروتر بود بهم پیام داد که این پوزیشن رو ما داریم، اگه دوست داری واسش اپلای کن. بعد من اپلای کردم، همون فرداش بهم گفتن خب بیا مصاحبه. بعد دیگه آره رفتم و خلاصه اون همه چیز هم آنلاین بود و خلاصه پروسه مصاحبه و همه چی آنلاینه. بعد حالا یه شاید یه ذره پروسه مصاحبه رو بگم جالب باشه. با بستگی به شرکتی که واسش اپلای می‌کنید این پروسه مصاحبه متفاوته. مثلا اگر شرکتی برید که بهش میگن مثلا این شرکت‌های فنگ، حالا شاید اسمش رو شنیده باشین که فیسبوک، اپل، آمازون، نتفلیکس، گوگل، اینا حالا اینجا خیلی به فنگ مشهورن، اینا یه پروسه متفاوتی دارن. بقیه شرکت‌ها یه دنیای دیگه هن. بعد حالا این شرکتی که من فعلا توش هستم اون دسته دومه که کاری که میکنن اینه که مثلا جلسه اول با صحبت میکنه چیکارا کردی، خیلی نیم ساعت اینطورا، خیلی گفتگوی های لولیه. بعد اگر اوکی باشه بعد یه دونه تیک هوم اسایمنت میدن که مثلا میگه برو، مثلا چیزی که به من داد گفت برو یه دونه خیلی ساده بود، برو این توییت ها رو سنتیمنت انالیسیس کن ولی با استفاده از یک مثلا لارج لنگویج مدل، که من اصلا همونجا بهش میگم راه حلش اینه من دیتا رو همونجا برمی‌دارم این مدل رو میزنم و پروسش هم اینه و آره خب درسته ولی خب ما نیاز داریم که انجامش بدی و منم مثلا یه نصف روز زمان گذاشتم انجامش دادم و فرستادم و خلاصه اوکی بودن. و یه مثلا بعد که اتفاقی که میفته اینه که بعد این رو ریویو میکنن. حالا خیلی دیگه نمیخوام اینجا تایمش رو صرفش کنیم ولی خلاصه یه هفته 2 هفته طول کشید و من آخرش بهم گفتم خب اوکیه و میتونیم جلو بریم و اگر دوست داری آفرمون رو اکسپت. داخل خود مصاحبه ازت خواستن که کدی بزنی، حالا مثلا مشابه کدایی که داخل لیت کد هست یا آره این میشه اون دسته اول که منشن کردم. حالا من دقیقاً گوگل و اینا که گفتی آره حالا من این چند وقت اتفاقا درگیر همچین چیزی بودم هنوز و یه آفرم گرفتم به زودی احتمالاً جابجا بشم. هنوز چون آفر رو اکسپت نکردم ترجیح میدم اسم شرکت رو نگم، ولی خب خیلی این دسته اینور خیلی پیچیده تر قضیه. دسته اینور اینطوریه که باید مثلا همون نیم ساعت اول رو بهت زنگ میزنن صحبت میکنی، بعد دوباره یه نیم ساعت دیگه داری که بهت زنگ میزنن صحبت میکنی راجع به این که نمیدونم کالچر شرکت چیه، خیلی خیلی دنگ و فنگ دارن. بعد از اون دوباره 4 مرحله دیگه داری، یعنی مصاحبه حدود 6 مرحله است که یه مرحلهش همین داستان کدینگه که لیت کده که من نشستم مثلا 2-3 ماه هر روز لیت کد خیلی اصلا دوران زجرآور. حتی خیلی هم زجرآور نبود، خیلی من داشتم به فکر می‌کردم که مثلا چقدر یه درسی مثل این درس الگوریتمی که حالا من تو دانشگاه بوعلی بچه‌های گوش میدن با دکتر منصوری زاده داشتیم، مثلا چقدر اون مهم بود. میگم مثلا اون دیتا استراکچرز که من با دکتر دسپلیان داشتم مثلا چقدر اون مهم بود و من خیلی چیزا رو فراموش کرده بودم، خیلی، یعنی من چون استفاده نمی‌کنم چی میگن در کارهای روزانه‌ام همه‌شو یادم رفته بود که نمیدونم آقا درخت‌ها چی ان، تریا، نمیدونم گراف چه جوریه، لینک لیست چی بود. بعد همه رو دوباره رفتم از اول خب خیلیشو سریع برگشت بهم چون در حال کورسش باز کرده بودم، ولی اونها خیلی مهمه. یعنی اگر که یه نفر بخواد واقعا وارد همچین شرکت‌های بزرگی بشه اون 2 تا کورس خیلی مهمه. اون دیتا استراکچر اند الگوریتمز که حالا اینجا بهش به صورت مخفف میگن DSA، دیتا استراکچر اند الگوریتم. این DSA خیلی چیز مهمیه و من خیلی اینا رو دوباره ریویو کردم 2-3 ماه لیت کد بخون. بعد یه مرحله دیگه داره که اون از اون که رد میشی راجع به دانش ماشین لرنینگ ازت سوال میکنن که اونم حدود 1 ساعته که باید دوباره بری همه مثلا اون بیسیک ها رو بخونی. یعنی اصلا از پیچیده‌ای ازت نمیخوان. یعنی تفاوت بین شرکت های مثلا یکم عادی تر با این شرکت های خیلی بزرگ اینه که اون شرکت بزرگه خیلی میخواد بدونه تو بیس رو میفهمی یا نه. اون شرکت یکم مثلا درجه پایین تره اون میخواد بدونه که تو اون دقیقاً اون کارا رو کردی. مثلا اونم من وقتی با جاب الانم داشتم مصاحبه میکردم میخواستن بدونن که من آیا LLM رو مثلا دقیقاً این کاری که اینا میکنن رو کردم یا نه. ولی این شرکت بزرگتره این میخواست بدونه که
من این بیس رو میفهمم، این فاندامنتال رو من متوجهم یا نه. ولی اون یه ساعتی که مثلا من با اینا اینترویو ماشین لرنینگ داشتم یا حتی کدینگ داشتم، کدینگش هم ساده بود، یعنی من باورم نمیشد. یه دفعه رفتم گفتم این مثلا این خیلی ساده است که یکم راجع به دو تا اری و من نمیتونم سوالش هم بگم، یه دونه NDA ازم گرفتن که نمیدونم سوالهای ما رو نباید فاش کنی از این حرفا. بعد ولی مثلا دو تا اری رو داده بودم، نمیدونم اینا رو مثلا یه طور خاصی سورت کن یا مثلا بیا این نمیدونم چی رو استرینگر رو یه کاریش بکن. بعد ولی اون ماشین لرنینگ هم مثلا خیلی اینطوری بود که این مثلا این الگوریتم فلان مثلا این ایکس جی بوست و احتمالاً اسمش کسی که تو ماشین لرنینگ ها شنیدن مثلا این چیه، مثلا ایکس جی بوست رو بیا توضیح بده. بعد مثلا تو این کانسپت نمیدونم فراد دیتکشن ما اینو چجوری استفاده کنیم یا از این حرفا. بعد تا اینجا شد 4 مرحله. آره راجع به مباحث ریاضی چی؟ ریاضی رو نه واقعا ازم سوال نکردن. یعنی حتی مثلا شما یه جای فرضاً حالا بگیم گوگل، فیسبوک یا هر چی هم اینترویو بدید، اگر برای پوزیشن ریسرچ ساینتیست اینترویو بدید ازتون سوال میکنن، ولی اگر برای پوزیشن انجینیر اینترویو بدید ازتون سوال نمیکنن. یعنی این تفاوت هم هست که اونهایی که خیلی ریسرچ محورن اونا اونجاست که باید ریاضی رو هم برای اینترویو بخونید. ولی این ور نه، اینا بیشتر سوالایی که مثلا من دیدم اینجوری بود که این الگوریتم چیه، مثلا چرا مثلا تصمیم گرفتی از این استفاده کنی، یا مثلا اینو اگه بخوای فاین تونش کنی چیکار میکنی. یه جوری این که مثلا بیس اینو میفهمی یا نه، بیس درخت رو میفهمی یا بیس نمیدونم SVM ها رو میفهمی یا نه. و آره ولی این چیز این مراحل 3 و 4 خیلی استادی میخواد. یعنی من برگشتم خیلی به این که ما تو ایران مثلا من خودم اینطوری بودم که خب از ابتدایی افتادم تو خط این که برم علامه حلی، بعد نمیدونم افتادم تو خط این که کنکور بدم، بعد افتادم تو این که رسیدیم به دانشگاه نمیدونم جیاری باید بدیم و اینا. بعد خیلی اون منتالیتی این که مثلا برای امتحان باید بخونم و مثلا اون کامپتیشن و اینا، اون خیلی به من کمک کرد. یعنی من مثلا تو ایران که بودم فکر می‌کردم چقدر مثلا ما تحت فشار بودیم سر این مسائل کنکور و نمیدونم اینا، ولی بعد رسیدم به اینجا حس کردم که من چقدر واسه این مدل اینترویو و این مدل زندگی چقدر آماده‌ام. و آره حس کردم که خیلی هم بد نبوده اونطوری که چون حالا اینم باز میتونیم صحبت کنیم. بعد بیایید اینجا خیلی میبینید که مثلا چقدر اینا براشون هیچی مهم نیست، مثلا همین آدمایی که اینجا مثلا مخصوصا کسایی که اینجا چیزو گذروندن، لیسانسشون رو گذروندن، اصلا توی دنیای دیگه با آدم‌هایی که اینجا میاییم و ما مثلا ارشد دکترا می‌خوایم شروع کنیم، حالا اصلا یه دنیای یه چیز متفاوتیه. مثلا ماها چی فکر می‌کنیم، اونا چی فکر می‌کنن، چقدر ما مثلا برامون مهمه که پیشرفت کنیم، اونا اصلا براشون اینا مهم نیست. مثلا طرف من این شرکتی که هستم الان 12-13 سال مثلا یارو اینجاست، میگم بابا چرا 12-13 سال اینجایی داری چیکار می‌کنی؟ مثلا خب چرا یه ذره بهتر نمیری؟ حالا نمیگم برو مثلا جای خیلی یه ذره برو یکم بهتر کنی یه ذره، ولی مثلا طرف اوکیه، مثلا میگه من اینجا نمیدونم خونمو دارم، اینم شرکتم هر سال چه میدونم 5% 10% رقم میبره بالا، چرا جابجاش؟ یعنی اینم خیلی آره. پس در واقع میگید اون سختیایی که ما حالا تو سیستم ایران چقدر چه درست متحمل میشیم یه جورایی ما رو آماده میکنه واسه یه اکوسیستم بزرگتر مثل کشورهای مثل کانادا یا آمریکا. من خیلی تو تایمی که تو ایران بودم فکر می‌کردم که چقدر بده و چقدر ما فشاریم و چقدر چیه، بعد دیدم که چقدر خوب بوده. مدرک مستر بهت کمک کرد یا خیلی تاثیر نداشت؟ آره مثلا این پوزیشن هایی که مثلا من اخیراً اپلای کردم که راجع بهشون صحبت کردم، اینا ازت مستر رو مینیمم میخوان. مثلا واسه پوزیشن های ماشین لرنینگ معمولا شما مستر رو میخواید حداقل یا پی اچ دی، ولی بچلور هم قبول میکنن. منتها کسی که معمولا از بچلور میاد بیرون اون تجربه ها رو نداره. یعنی مثلا من تایم مسترم رو حالا یه ذره صحبت کنم، خب 2 سال بود. بعد من یه پروژه‌ای رو شروع کردم که حالا خیلی هم متفاوت بود با چیزایی که قبلا انجام داده بودم که توی ژنتیک بود و خلاصه من رو پروتئینا کار میکردم با ماشین لرنینگ. ولی این یه پروسه مثلا 2 ساله بود، یعنی یه سیستم. بعد من آخرش اینو لانچش کردم، شد یه وبسایتی رو سایت دانشگاهمون، شد یه سرویسی اونجا
و این مدل مثلا سرویس میده به هر کی که بخواد بیاد پروتئینش رو سابمیت کنه. این بهش میگه که آقا مثلا این پروتئین تو روی چه پروتئین های دیگه تاثیرگذاره. که حالا میتونیم راجع به این بیشتر صحبت کنیم اگه دوست داشتید. ولی این باعث شد من یه تجربه ریل وردی داشته باشم که چجوری مثلا توی مدل، چون خیلی حالا توی اکادمی اینطوریه که آقا ما یه مدلی میسازیم و یه دیتا ستی میزنیم و مثلا 2% بهتر میشه و پیپر. ولی آره خیلی سیستم اینه. ولی من اون کاری که کردم سعیمو کردم که یه چیز ریل وردی ازش درآد که یه آدم نهایتا از این استفاده کنم و این به نظر من خیلی به من کمک کرد که وقتی دنبال کار میگردم من بگم که من این مثلا تجربه فلان چیز رو دارم که من در دنیای واقعی یه مدل لانچ کردم. مثلا توی اون اینترویویی که من داشتم پارسال حدود می بود، می پارسال، چی اتفاقی افتاد این بود که مثلا طرف داشت ازم سوال میکرد، گفتم ببین این وبسایت، برو این لینکه، اینو من ساختم، مثلا اگه میخوای ببینی این لینک است، مدل من اون پشته. یعنی بهش نشون دادم، گفتم من یه چیز واقعی، یه مدل، یه پروداکت واقعی تو دنیا دارم، اگه میخوای ببینیش اینم لینکشه، برو اونجا. و به نظر من این خیلی موثر بود در این که طرف بدونه خب من تجربه دارم. چون خیلی‌ها که از دانشگاه میان بیرون، چالش اینه که تجربه دنیای واقعی رو ندارن و این باعث میشه که خیلی سخت کار پیدا کنن. دقیقاً. اصلا من با خیلی از افرادی که مثل تو مهاجرت کردن و تو حوزه آکادمیک فعالیت داشتن صحبت میکنم، خیلی ترسشون اینه که میگن ما توی محیط آکادمیک اومدیم، خب با یه فرهنگی آشنا شدیم، به قول تو همون که میگید روی چیزی کار میکنی 2% اکوریسی میبری بالاتر، میشه مدل state of the art و پیپرش میکنی. ولی این ترسه وجود داره که حالا میخوای بری تو بازار کار، چه کاری باید انجام بدی، چه مهارتایی نیاز داره حالا بلد باشی. تو چجوری این گپ بین کار کردن توی محیط آکادمیک و کار کردن تو اینداستری هم بازار کار، این گپو کم کردی؟ خب یکیش این بود که گفتم یه پروژه دنیای واقعی رو انجام دادم، این یکیش این بود. ولی اینجا خیلی مثلا حالا دارم راجع به کانادا مثلا حرف میزنم، خیلی آدمایی که میان اینجا متأسفانه زبانشون خوب نیست. یعنی من واسم، البته خب نسل ما خیلی بهترین نسل ما، آدمایی که مثلا الان توی بازی سنی فرضاً بگیم 22-23 تا مثلا 25-6-7، اینا خیلی نسبتا حالا چیزی که من خودم دیدم زباناشون خوبه. آدمایی که من باشون روبرو میشم نسبتا زباناشون خوبه. متاسفانه میدونید داخل مثلا ما الان همه با این منتالیتی شاید خیلی رفتیم داره که ما میتونیم اپلای کنیم، پس همه از اول مثلا چه میدونم 6-7 سال زودتر نشستن زبان خوندن، کلاس زبان رفتن، بچه بودن. ولی یه ذره میرید جلوتر از ماها، مثلا آدم‌های بین 35 الی 40-45 اینا خیلی می‌بینی زبان‌ها چقدر مثلا سطحش پایینه و این خیلی، من مثلا دوستانی دارم که می‌بینم و من خیلی بهشون پیشنهاد می‌کنم که بچه‌ها خیلی زبانتون رو کار کنید. چون من واقعا یه سری مثلا آدم‌ها رو می‌شناسم خیلی اسکیلدن، واقعا بلدن، واقعا توی کارشون خوبن، ولی اون زبانه پایینه و این نمیذاره تو بری جلو توی کانادا یا آمریکا یا حالا هر کشور دیگه‌ای. چون وقتی حرفتون نفهمن چه فایده‌ای داره؟ میدونی مثلا من یکی از کارهایی که خیلی خیلی به نظرم به من کمک کننده بود این بود که من یاد گرفتم چجوری پرزنتر خوبی باشم. حالا تا حدی نمیگم بهترین پرزنترم، ولی یاد گرفتم که خوب پرزنتیشن کنم. و حالا یه سال من اینم جالب و رندوم، من یه سال توی یک سینکروترون کار کردم. سینکروترون یک شتاب دهنده الکترونیه که یک مرکز کانادا یه دونه سینکروترون داره و از شانس توی شهر ماست و مثلا این مرکز مثلا هزینه ساختش حدود مثلا 1 تا 2 بیلیون دلار. مرکز خیلی خیلی گرونیه. بعد اینا یه عدی داشتن که ما یه نفر رو می‌خوایم که بیاد اینجا تور گاید شه. مثلا شما فرض کنید تورهای مسافرتی که مثلا میبرن یه نفر رو نشون میدن، من اون نقشو داشتم ولی مثلا میبردم فسیلیتی رو نشون میدادم که آقا اینجا این اتفاق داره میفته، توی این آزمایشگاه این ریسرچ رو داریم میکنیم، این سینکروترون اینجوری کار میکنه، نمیدونم پارتیکل اکسلراتوره این قسمتش چیه، ما مثلا شروع پرتاب الکترونامون از کجاست. که این مثلا من اصلا کلی فیزیک خوندم، خیلی دوران جالبی بود و اونو یاد گرفتم. و بعد من کارم شد من 1 سال آدما مثلا هفته‌ای 2-3 بار می اومدن
میرفتم 1.5 ساعت اونجا میبردمشون این ور اون ور، نشون میدادم که مثلا اینجا اینه. و من خیلی حرف زدم، خیلی مثلا بعضی روزا انقدر حرف زده بودم که گلوم درد میکرد، یه دونه از این کندیای مال گلو درد میخوردم بعدش. بعد اون به نظرم خیلی به من کمک کرد. یعنی اگه بتونید مثلا یه شغلی، یه پوزیشنی، یه چیزی پیدا کنید که بتونید پرزنت کنید دائم، خیلی مثلا حس میکنم شاید مثلا من قبلش هم بد نبودم، چون تو ایران هم مثلا ورکشاپ میذاشتم، تو بوعلی نمیدونم کلاس میذاشتیم و اینا، ولی اون یه دفعه مثلا لول منو چند تا برد بالا. چون فکر کنید یک سال مثلا هفته 3-4 بار بعد شما مثلا بین مثلا بعد آدمایی که میمدن حداقل مثلا 10 نفر مینیمم تو هر توری بود و اینا هم خب خارجی بودن، اکثرشون کانادایی بودن و تو بعد روبروی اینا ارائه بدید و به نظر من خیلی به من کمک کرد. و این مثلا پرزنتیشن هم من بردم بالا و اون ریل ورک پروژکت رو که انجام دادم، به نظر من خیلی این دوتا مهمه. یعنی اون کامیونیکیشن خیلی خیلی مهمه به نظر من. یعنی شما اگه یه ذره تکنیکال پایین باشی ولی کامیونیکیشنت بالا باشه، مثلا شما فرض کن تکنیکالت 6 ولی کامیونیکیشنت مثلا 9، از اونی که تکنیکالش مثلا چه 9 ولی کامیونیکیشنش 6، خیلی خیلی جلوتری. دقیقاً الان دنیا شده اصلا دنیای کانکشن دیگه. یعنی شاید شما برای پیدا کردن یک شغل نیاز باشه 400 تا 500 تا رزومه بفرستی واسه شرکت‌های مختلف، ولی با داشتن همون ریفرالی که خودت گفتی خیلی راحت‌تر میشه اون پوزیشنایی که حالا مختص به اسکیلایی که داری، مختص به در واقع خودت هستش رو پیدا کنی. ما یه سوالی که واسم پیش اومده اینه که سطح دانشگاه و اون پروگرامی که میخونی و حتی شناخته شده بودن سوپروایزری که باش کار میکنی تو گرفتن پوزیشن‌های شغلی میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ این مثلا یه چیزیه که تو ذهن ما ایرانی‌ها وجود داره. درست، سوال خوبیه. راستش هم آره هم نه. مثلا شما اگر توی تورنتو هستید و تو دانشگاه تورنتوید و سوپروایزرتون جفری هینتونه آره خیلی مهمه. ولی اگه هر جای دیگه هستی سوپروایزرتون هر کی مهم نیست. آره البته این شوخی بود، ولی مثلا یه سری آدما خب واقعا شناخته شدن، فرضاً جفری هینتون، نمیدونم اون بنجیو، این آدما مثلا تو کانادا خیلی شناخته شدن و شما اگه با اونا کار کرده باشید گوگل و نمیدونم این استارتاپ ها اینا رو هوا میزننتون. در غیر این صورت خیر، واقعا مهم نیست که از لحاظ اینکه شما تو رزومه میخواید بذارید اگر شما مثلا تاپ تیری دانشگاه کانادایی مهمه، مثلا دانشگاه تورنتو، دانشگاه بگم تو کامپیوتر ساینس واترلو، UBC مثلا UBC واترلو و مکگیل، ولی نمیخوام اینا رو بیارم پایینا که بگم مثلا یه بقیه دانشگاه بدن یا هر چی، ولی اینا یه برتری دارن. اینا توی مثلا دانشگاه تورنتو تو تورنتوه و اونجا داستان خیلی متفاوته با مثلا جایی که من هستم. دانشگاه ساسکاچوان مثلا اینقدر ارتباط نزدیکی با دنیای اینداستری سافت‌ور نداره متاسفانه و واسه همین هم اساتید شناخته شده نیستن. ولی شما برید تورنتو، اونجا خیلی ارتباط نزدیک‌تره مثلا با دنیای، چرا؟ چون خیلی استارتاپ هست. همین آدمایی که مثلا دانشجوان اونجا فردا کلی استارتاپ میزنن. حالا مثلا این استارتاپ کوهیر رو نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، ولی توی لارج لنگویج مدل هست و بیسش هم تورنتو و مثلا خیلی اونجا اینجور چیزا. مثلا شاید بهتره بگم اگر دانشگاهتون توی شهر بزرگه، به جای اینکه بگم دقیقاً کدوم دانشگاه، ولی اگر دانشگاهتون توی شهر بزرگه، این احتمال اینکه استادتون شناخته شده باشه خیلی بیشتره تا اینکه دانشگاهتون توی شهر کوچیک باشه مثل جایی که مثلا من بودم. و ولی در نهایت حالا راجع به اینکه لول دانشگاه هم بگم، لول دانشگاه صرف این که مثلا این دانشگاه لولش بالاست بهتون کمک نمیکنه. اینطوری بهتون کمک میکنه که برمیگرده به اون داستان که آیا شناخته شده هست اساتیدتون یا نه. این بهتون کمک میکنه که مثلا آنها میدونن که این دانشجوی این آدم مثلا خیلی خوبن. مثلا همین فرزند شما بگیرید جفری هینتون، مثلا همه دانشجوهاش اصلا هر کی تو ای آی نگاه کنی آدمای خیلی بزرگ همین دانشجوی اون بودن. نمیدونم همین ایلیا توی اوپن ای آی دانشجو، بقیه جاها مثلا شما اگر توی یک دانشگاهی هستید که رنکش فرضاً 100 به بالاست یا حتی 50 به بالاست،
فرقی نمیکنه که استادتون کی بوده و روی چی. البته مثلا دانشگاه فرزند دانشگاه البرتا فکر کنم رنکش حدود 100 و یه سری اساتید اونجا هم واقعا شناخته شدن. به جز از اون من خودم شخصا نظرم اینه که نه مهم نیست کجا بودید، فقط اپورتونتیتون متفاوته. مثلا شما وقتی تو تورنتویید میتونید برید چه میدونم با گوگل کار کنید اینترنشیپو، ولی وقتی توی فرزند ساسکچوانید اون اپورتونتی وجود نداره کلا. و آره یعنی از لحاظ لوکیشن شما در کشور خیلی مهمتر از اینه که رنگ دانشگاهتون چیه. حالا صحبت سوپروایزر اینا شد، تو اپلای تحصیلی و اینا ما یه چیزی داریم اسم ریکامندیشن لتر که شما به اساتیدی که قبلا باهاش کار کردی میگی که یه نامه توصیه، در واقع توصیه نامه واسه شما بنویسم و حالا واسه اون دانشگاه ارسال کنم. میخوام بدونم همچین چیزی داخل بازار کار وجود داره یا نه؟ یعنی مثلا این سوپروایزر شما یا حالا مثلا اون کسی که قبلا کار کردی میتونه به آفر بده یا نه؟ خیلی کمتره. مثلا من حتی تو رزومم ریفرنس نمیذارم، مثلا کسی براش مهم نیست چون شما رو توی همون اینترویو میبینن و اگه بپسندن، چون مثلا من به شما گفتم من 6 تا اینترویو مثلا برای یه شرکتی دادم، یکی تو اون 6 تا اینترویو 6 ساعته، یعنی یه ذره از این که تو کی هستی، چه جوری فکر میکنی، رفتارت چه جوریه، آقا اصلا مؤدب هستی نیستی، نمیدونم چه جوری با بقیه صحبت میکنی و اینا رو در میاد. اون واقعا تو اون 6 ساعت وقتی با یه نفر 6 ساعت حرف بزنی بالاخره یه چیزی ازش میفهمی دیگه، درسته؟ ولی تو اکادمیا مثلا اینترویوی که تو داری شاید مثلا یه ساعتی با یه سوپروایزر داری و این میخواد بدونه که تو واقعا چه جوری هستی، مگر اینکه اون سوپروایزر هم شروع کنه به 6 ساعت اینترویو گرفتن از تو که اصلا امکان پذیر نیست. و در نتیجه نه واقعا مهم نیست ریفرنس. من حتی جاب الانم حتی من سوپروایزرمو نذاشتم، مثلا ریفرنس 4 تا چیز رندوم، مثلا یه نفر از دوستان بود توی دانشگاه مگیل اونو دادم، نمیدونم آخرام بهش کدومشون زنگ نزدم یعنی اهمیتی نداره. در خلاصه کلام برمیگرده به همون داستانه اینکه سوپروایزرت کی بوده. اگر ریفرنست جفری هینگتونه بزنش، اگر نیست مهم نیست ریفرنست کیه. سطح حقوقا چجوریه؟ یعنی به نسبت حالا خرج مخارج زندگی تو کانادا با توجه به اینکه خیلی تازگی‌ها میگن آره. اوضاع داغونه و از این صحبتا. کانادا گرون شده، درست میگن. ببین خب مثلا من حالا از شهر خودمون یه ذره شاید بد گفتم، ولی اینجا خیلی هزینه زندگی پایینه نسبت به جایی مثل تورنتو و هزینه دانشگاه کمتره، هزینه رفت آمدت کمتره، رنتت خیلی کمتره. مثلا شما بخواید آپارتمان یه خوابه برید تورنتو حدود 2500 تا 2700 دلار ماهی باید بدید، ولی اون توی شهر ما 1500، یعنی مثلا 1200 دلار کمتره و شهر کوچیک‌تر خیلی راحت جابجا میشید نسبت به تورنتو. ولی این قضیه اینه که یه کانسپتی هست، حالا من همسرم همیشه میگه یه اپورتونتی کاست، که شما تو تورنتو اون اپورتونتی رو دارید ولی یه کاستی هم باید بابتش بدید که اینه که هزینه زندگیتون که هزینه زندگیتون بیشتره، جابجاییاتون بیشتر طول میکشه. و به نظر من اگر یه نفر داره فکر میکنه که من بیام مثلا آمریکا کانادا زندگی کنم، نظر من اینه که از یا قبول کن که مثلا اگه میری تورنتو باید خیلی زحمت و سختی بکشی چند سال اولت، ولی تورنتویی و مثلا آپشنات بیشتره، یا اینکه بیای شهر کوچیک‌تر و ریسک اینو بکن که از اپورتونتی دورتری ولی یه 2-3 سال اولت زندگی آرومی. و خب من خودم مثلا به شخص احتمالاً جابجا بشم به تورنتو، ولی خب مثلا من 2-3 سال اینجا بودم و واقعا زندگی ارزونی کردم، شهر کوچیک بود، راحت بود، اوکی بود، میخوای هر جا بری تو شبیه همدانه هر جا بخوای بری تو یه ربع میرسی. خب ولی مثلا همدان هم ترافیک میشه، اینجا ترافیک نمیشه، هر جا میخوای بری تو یه ربع 10 دقیقه دیگه اونجایی. ولی تورنتو فقط شما میخوای مثلا یه تیکه توی داونتاون جابجا شی شاید مثلا 20 دقیقه طول بکشه، جدای از این که شما شاید بخوای مثلا خونت داونتاون نباشه بری بیای سر کار، مثلا شاید روزی 1 ساعت 2 ساعت فقط میری میای. ولی خب آره این هست دیگه. به نظرم بچه‌هایی که تازه میان کانادا، حالا من راجع به کانادا حرف میزنم بیشتر،
ولی یه جوری آنتاریو و کالیفرنیا یه ذره چیزاشون شبیه هم شده. مثلا کالیفرنیا الان خیلی هزینه بالاست، ولی خب پول بیشتری هم بهت میدن. اینا باید بگم که اگر شما دارید اپلای میکنید برید آمریکا پول بیشتری میگیرید، چه اپلای دانشگاه چه اپلای جاب، آمریکا کلا پول بیشتره نسبت به کانادا و این خیلی مسخره است متاسفانه. ولی این هست که الان مثلا هزینه زندگی در تورنتو با کالیفرنیا تقریبا یکیه. تورنتو هم خیلی گرون شده ولی حقوقات شاید 20% کمتره. بحث آمریکا شد، تو فکر جابجایی آمریکا نیستی حالا ویزای کار بگیری یا قطعا که نه، نمیدونم راستش. فعلا من باید اول کانادا ببینم پی آر هم چی میشه، بعد سیتیزنشیپ هم چی میشه، بعد اگه در یک پوینتی باشم که حس کنم مثلا نمیدونم مثلا حس کنم کانادا داره خیلی بد میشه، یا اینکه حس کنم من میخوام یه استارتاپی بزنم که اینجا مثلا تورنتو هم جای خوبی برای استارتاپ، ولی حس کنم پول نیست، آره اون موقع حاضرم جابجا شم. ولی خب یه سری خوبیایی تو کانادا هست که تو آمریکا نیست. مثلا خیلی ریلکس‌تر و آرامش بیشتری داری. مثلا شما تورنتو باشه که شهر خیلی بزرگیه ولی جزو مثلا امن‌ترین شهرهای دنیا نیست. ولی شما اگه منتقل بشید به فرضاً نیویورک یا مثلا کالیفرنیا ال خیلی کرایم بالاتره. مثلا شما تو ال فقط 75000 نفر بی خانمان دارید که خیلی خوب. یاد بماند این که با تفنگ آره و خب مثلا اسلحه تو کالیفرنیا اسلحه خیلی آزاد نیست، ولی خب خیلی داستان متفاوت میشه تو آمریکا. بعد نمیدونم شاید یه روز جابجا شم، شاید هم نشم، بستگی داره. آره استارتاپ نمیزنی؟ فعلا که نه چون خیلی داستانش واقعا شوخی نیست. یعنی باید با من حس میکنم برای اینکه به اون پوینتی برسی که تو استارتاپ بزنی باید یک چند سال، حالا ما یک دوستی داریم همیشه میگه خاکسترنشینی، باید خاکسترنشینی تو بکنی و باید حداقل 3-4 سال توی یک جاب مثلا شرکت نسبتا منطقی کار کنی و ببینی دنیا چه خبره، یکم پول داشته باشی که اگر یه موقع اگر استارتاپت بانکراپت شد تو هم به اون هوملسای اون 75000 نفر جوین نشی. و آره و من فکر میکنم که من هنوز با اون پوینتی نرسیدم که خیلی راحت بگم من میخوام جابمو ول کنم و برم استارتاپ. من فکر میکنم تو ایران یه ذره درست سختیاش بیشتره ولی اون سیفتی نتت هم بیشتره. تهش اینه که میری خونه بابات زندگی میکنی، ولی اینجا تو خونه بابایی در کار نیست و اگر که واقعا اوت آف مانیشی همون جوین اون هوملس های خیابون میشی و خب این آره سختی هایی. یعنی تو میگی بیشتر اون نیاز داری با اون فرهنگ شرکت های مختلف آشنا بشی، ببینی روند کار چجوریه، حالا بماند از بحثای مالیش که بفهمی الان باید تکس بدی یا مثلا چه کارهای مالی دیگه انجام بدی، دیگه چجوری انجام بدی، از صحبت ها. آره قطعا این هست. هنوز من فکر نمی‌کنم انقدر اینفورمیشن کافی رو دارم که مثلا یه استارتاپ شروع کنم. و خب میدونی یه دلیلم باید داشته باشه برای شروع استارتاپ که مثلا من این ایده رو دارم و اصلا فقط منم که این ایده رو میتونم پیاده کنم و من هنوز مثلا چون من به هر حال چی میگن یه اصطلاحی هست که میگن ایدیا $1 که یعنی مثلا اون ایده‌ای که داری $1 بیشتر نمیارزه، چون اون اکزیکیوشن هست که خیلی مهمه. که الان همه خیلی ایده‌های همه از هر کی بپرسید 50 تا ایده خوب بهت میده، ولی اون کیه که اون ایده ها رو بتونه به جایی برسونه که ازش پول در بیاد و مشتری پیدا کنه. و من نمیدونم، من الان حس نمی‌کنم که دلم میخواد وارد اون چرخه بشم. شاید 5-6 سال دیگه آره، ولی الان نه. تو فکر خوندن پی اچ دی نیستی؟ من فکر می‌کنم با اینکه گفتم دیگه میشه تقریبا به جواب من رسید که جواب نه. پی اچ دی به نظرم خوبه برای کسی که واقعا دوست داره نهایتاً در اکادمیا بمونه یا جوین یک ریسرچ خیلی قوی در حالا اینداستری بشه. ولی شما فرضاً از پی اچ دی در بیایید یا باید دنبال پوزیشن استاد بودن باشید، به جز اینکه باید برید پست داک باید یا دنبال پوزیشن استاد بودن باشید یا ریسرچ تو اینداستری، که ریسرچ تو اینداستری خب خیلی پوزیشنش کمه. یعنی مثلا به ازای هر یه دونه ریسرچ ساینتیستی که هست 10 تا ام ال انجینیر هست. میدونید مثلا این پوزیشن های مخصوصا باید یه سری شرکت های خاص الان دارن مثلا توی حوزه خودمون استخدام میکنن اینا رو، شرکت هایی که معمولا جزء مثلا چه میدونم تاپ 100 ان اونا آره ریسرچ ساینتیست میخوان. مثلا شما فرض کن گوگل، فیسبوک، نمیدونم اوبر، چه میدونم لیفت، حالا یه سری ها رو شاید تو ایران نشناسن ولی
اینا ریسرچ ساینتیست دارن و مثلا این تعداد آدما خیلی هم زیاد نیست و این خیلی کامپتیشنش بیشتر از کامپتیشن یه سافت انجینیر یا امل انجینیره که میگم بذاری هر یه دونه از اونها 10 تا از این انجینیرها رو استخدام میکنن و خب من به شخص انجینیرینگ رو به ریسرچ ترجیح میدم. یه چیزی میسازی یه آدم میان میبیننش استفادهش میکنن ولی ریسرچ خیلی بعد وقتا ابسترکته میبینی مثلا هی پیپر خب کوش آره دقیقاً. آره حالا صحبت از این تعداد که شد گفتی به ازای هر 10 تا امل انجینیری که هست یه دونه ریسرچر دارین. اینو میخوام یکم بست بدم. مثلا تو یه تیم سافتور شاید تو مثلا ببینی که 5 تا بک اند دارن، 3 تا مثلا فرانت دارن، مثلا پراجکت منیجر دارن، از این صحبت. تو پروژه‌ای که بخش AI داره، یعنی AI بیسن، سافرهایی که AI بیسن، این تعداد چجوریه؟ چه تعداد ML انجینیر داریم، چه تعداد ریسرچر داریم؟ و حالا اگر دوست داشتید میتونید راجع به تیم خودتون در شرکتی که کار میکنی صحبت کنید. این هم بستگی به شرکت داره. مثلا شرکت فعلی من اصلا چیزی به نام ریسرچ ساینتیست نداره، مثلا هم چیزی اصلا هایر نمیکنه، ولی فرضاً یه سری شرکت‌های بزرگتری مثل گوگل و اینا داستان متفاوته. ولی شرکت خودمون رو میتونم بگم مثلا ما 7 نفریم، 8 نفر با اینترنمون میشیم 8 نفر و من موقعی که جوین شدم 2 نفر بودیم. خب و تو همین 1 سال و 1 ماه اخیر 6 نفر دیگه هایر شدن. بعد تیم 2 نفر بود. بعد مثلا حالا دیگه همه کارها رو خودمون داشتیم می‌کردیم و می‌بردیم. من بودم و تیم لید، یعنی اون کسی که منو هایر کرد تیم لید بود که مثلا خودش اونجا 3-4 سال AI کار کرده بود تو این شرکت. منو هایر کرد که مثلا یه نفر از شرکتشون رفته بود، قبلا 2 نفر بودن. بعد چند نفر دیگه حالا خلاصه 1-2 تا مثلا لول 3 استخدام شدن و چند نفر سینیور الان جوینمون شدن. ولی حالا خیلی شرکت‌ها تیم AI ندارن و یه تا آدم میان تو پروژه ها میرن AI یاد میگیرن و انجام میدن. ولی شرکت ما و حالا خیلی شرکت‌های دیگه جدیدن سر این ترند AI تیم AI الان وجود داره. ولی تیم‌های AI معمولاً تو شرکت‌هایی مثلا شرکت‌های غیر همون داستان فنگ معمولاً کوچیکه، مثلا 7-8 نفر بیشتر نیستن. ولی مثلا شما برید چه میدونم یه جای خیلی خیلی بزرگتر مثلا تیم‌های AI دارن، تیم‌های AI یعنی تیم AI دیگه نیست. مثلا شما تیم کانتنت داری که مثلا میاد روی کلا LLM ها و نمیدونم کانتنت جنریشن و اینا کار میکنه، یا تیم مثلا ریکامندر سیستم داری که اونا کلا مثلا روی ریکامندر سیستم کار میکنن. شما تیم نمیدونم اد سجستشن داری، یعنی مثلا این تیم‌ها هر کدوم مثلا میشه 7-8 نفر، یعنی مثلا این شکلیه. بعد معمولا یه دونه تیم لید هست که اون کسیه که لید تیم دیگه، این خلاصه تصمیم میگیره که تصمیمای نهایی از زیر دست اون رد میشه. ولی اون آدم معمولا همیشه تو میتینگ هاست خودش شخصا کاری نمیکنه از لحاظ تکنیکالی. بعد سینیورها هستن که حالا لول بعدی اونا میشه که مثلا اون کسیه که مثلا اون ایده مثلا بیا فرضاً شما میگه ما این الگوریتم مثلا این مشکل رو با چی حل کنیم و اون مثلا اون سینیوره سولوشنشو میگه و بعد از اون دیگه انجینیرهای لول 3 لول 2 و لول 1 و بعد از اون اینترنه و اینا میان به ترتیب شروع میکنن به ایمپلمنت کردن و بسته به اینکه کدوم لول باشی یه جورایی میشی فوت سولجر میگن، سرباز خط مقدم تویی ولی مثلا اون تیم لیدر اون ژنرال اون پشته. آره. بعد یه چیزی مثلا تو مسیر شغلی خب آدم‌ها یه استیت فعلی دارن تو جایی که دارن کار میکنن، پوزیشنی که دارن و یه استیتی هست که بهش میخوام برسن و خب همواره آدم‌ها دارن از این استیت یه مسیر میچینن واسه خودشون که به استیت حالا بعدیشون برسه. تو در حال حاضر یک ML انجینیر هستی، میخوام بدونم چه مسیر شغلی واسه خودت پیش بینی میکنی، ویژنت چیه؟ و حالا مثلا همینطور که گفتی مثلا خب یه جونیور داریم، مید لول داریم، سینیور داریم. حالا مثلا تو سافت‌ور مثلا ممکنه شما بعد از یه مدتی برید اصلا معمار بشی. خب یعنی میخوام بدونم الان شما به عنوان که ML انجینیر مسیر شغلی آینده تو چجوری میبینی؟ یکی از اون سوالایی که تو اینترویو مرحله آخر ازت میپرسن 10 سال آینده خودت کجا می‌بینی؟ آره دقیقاً.
من الان خب مثلا الان جابی که داشتم لول 1 بودم، همون لول 1 محسوب می‌شدم. الان آفر جدیدی که گرفتم لول 2 میشه، یعنی میشه مید لول. بعد لول 1 همونطور که گفتم خیلی تو کسی هست که داری همین چیو ایمپلمنت می‌کنی، یعنی مثلا این مدل رو مثلا این سینیوره شاید بگه بیا این مشکل اینطوری حل کنی، مثلا بیا از این چه میدونم OCR تزرکت بریم رو OCR مثلا داکتیا، یا مثلا بیا از چه میدونم این مدل آبجکت دیتکشن فلان بریم روی یولو. و تو کسی هستی که باید بریم اونو ایمپلمنت کنی. و خب جالبه چون خیلی چیزا یاد میگیری و خیلی تجربه جالبی داری، ولی خب کسی هستی که دائم داره ایمپلمنت میکنه و بیشتر روزتو داری کد میزنی. ولی خب هرچی هی لول به لول که میری بالا، هی از اون کدینگ با میتینگ جابجا میشه. من نمیدونم واقعا کدوم رو ترجیح میدم. من فکر میکنم یه سویت اسپاتی وجود داره که تو میرسی به یه لول سینیوری که مثلا نصف روز میتینگ، نصف روز داری کد میزنی. من فکر میکنم اونجا خیلی لول خوبیه. ولی از اون که میری بالاتر بین این دوتا، آره یه چند لول که از اون میری بالاتر که میافتی توی تیم لید و اینا، اونجا جاییه که دیگه کل روزتون میتینگی و من فکر میکنم اون پوینتیه که دیگه سردرد میگیرم من و اونو دیگه میذاری واسه بازنشستگی دیگه. اینو بعد الان که جوونی انجام بدیم اون موقع دیگه من چون من این تیم لیدمون رو دیدم همیشه اینجاش داره میماله و این سردرد عصبی هست که اینجا میگیره. من همیشه متوجه شدم که اون خیلی سر شلوغه، خیلی کار میکنه. مثلا من 8 صبح تا 5 عصر آنلاینم، من آنلاین میشم میگم 7 صبح اون آنلاینه، من 5 دارم میرم 7 شبم این آنلاینه. بعد مثلا میخواد بره وکیشن، میگه به من اجازه نمیدن من برم. مثلا هر از چند گفت من 300 ساعت وکیشن دارم مونده، یعنی 300 ساعت براش وکیشن مونده. مثلا ما در سال چقدر میگیریم؟ حدود 3 هفته وکیشن من دارم و اون 3 هفته حالا بگذاریم، ولی خلاصش اینه که خیلی سرت شلوغ میشه و خب شاید میدونی، ولی خب افیشنت تر هم میشی دیگه. در جواب حالا اون سوالت، من فعلا برنامه فعلی اینه که خب تا لول سینیور برسم و شاید وقتی به لول سینیور برسم همون پلنم این باشه که خارج شم و یک استارتاپ بزنم، چون اون موقع دیگه واقعا تو لولی هستی که بیزنس رو میفهمی و آدما هم زیر دستت کار کردن و میفهمی چجوری با آدما کار کنی. من مثلا کسی که زیر دستمه یه اینترنت خیلی تجربه جالب و عجیبی هم هست. مثلا من میگم بابا من مثلا اینو به تو گفتم، ببین من به تو گفتم دقیقاً این دیتا رو بردار، بازم یه چیز دیگه رو مثلا طرف برمی‌داره. بعد با خودم فکر می‌کنم که خب حالا اون کسی هم که بالای منه شاید همین تجربه رو با من داره، یعنی مثلا همین ارورایی که من تو کار این اینترنت می‌بینم احتمالاً اون لول 3 هم تو کار من می‌بینه. یعنی این جالبیه که سعی می‌کنم میگی سلسله مراتب در واقع. آره یعنی مثلا بعضی وقتا میگم بابا این اینترنت چرا اینو نمیفهمه، بعد من واقعا فکر می‌کنم خب اون لول 3 هم احتمالاً میگه چرا این لول 1 اینو نمیفهمه. و من فکر می‌کنم آره وقتی به اون درجه‌ای میرسی که مثلا سینیور میشی، اونجا تایمیه که تو خب خیلی خوب داری همه چیزو میفهمید راجع به بیزنس و راجع به تکنیکال و آدم‌ها رو هم مثلا کار کردی باشون و یا میفهمی چجوری با آدم‌ها کار کنی، میفهمی بیزنس چجوری کنی. اون موقع شاید پوینت خوبی باشه که بری و دنبال بیزنس خودت باشی. ولی خب فعلا برنامه من اینه که شاید اون پوینت اول برسم. خیلی عالی. از ایرانیای اونجا چه خبر؟ یعنی مثلا من شنیدم کانادا خب خیلی مهاجر ایرانی داره. آره. مثلا تو ساعت شهر که میری کلی ایرانی میری تو کار و اینا چجوریه داستان؟ راجب ایرانی‌های اینجا خب میدونید قبلا من فکر میکنم یه سر داستان متفاوت بود. مثلا سالی شاید از هر دانشگاه 10 نفر اپلای میکرد و میرفت، شاید هم کمتر، شاید مثلا 5 نفر. مثلا شما برگ 10 سال پیش بوادی نگاه کنید، سالی شاید 1 نفر اپلای میکرد و میرفت و این آدم ها خیلی خیلی تاپ بودن. حالا من یادمی که دکتر کی بود خدایا، یا یکی از اساتیدمون هست که دانشگاه صنعتی هم هستش، اسمشو فراموش کردم. دکتر بشیری؟ آره آفرین، چجوری ذهنمو خوندی اصلا. خیلی دقیق بود. آره یه مصاحبه داشت با یکی از بچهای بوعدی که مال مثلا ورودی چند بود خدایا،
80 خورده نمیدونم، ولی خلاصه الان مثلا طرف توی مایکروسافت منیجر بود و چه جالب. آره و مثلا همون سال اون یه نفر از بوعلی رفته بود دانشگاه اشتباه نکنم سایمون فریزر کانادا و الان مثلا تو مایکروسافت منیجر بود. ولی الان خیلی قضیه عوض شده، اصلا کلا دنیا خیلی آدما دارن اپلای میکنن و من عکس مثلا شما قبلا از دانشگاه بوعلی میرفتی سایمون فریزر، اونی که از شریف میرفت دانشگاه تورنتو، ولی الان اونی که داره از شریف میاد داره مثلا میره دانشگاه سایمون فریزر. ما که مثلا از بوعلی داریم دانشگاه ساسکچوان. نه دیگه خیلی لول اومده پایین. یه لول اومده پایین. همه اومدن پایین چون خیلی دارن اپلای میکنن. مثلا دوستایی رو میشناختم که بسر طرف مثلا زیر 10 کنکور بود، حالا من یکی از دوستام بود و مثلا خب نهایتا رفت دانشگاه واترلو که خب دانشگاه واترلو خیلی خوبه، ولی من فکر می‌کردم مثلا این آدم احتمالاً مثلا اگر یه نفر رو من در میشناختم که میدونم این دانشگاهی مثلا تورنتو میره اینه و بازم دیدم که نرفت و دیدم که چقدر قضیه عوض شده. یعنی مثلا الان خیلی کامپتیشن بیشتره، خیلی‌ها مثلا ایرانی‌ها و هم هندی‌ها، چینی‌ها، ماها کلا همه داریم میریم از آسیا، خیلی‌ها دارن میرن، کامپتیشن خیلی شدید شده و تو نمی‌خوام کسی رو امیدش از دست بده، ولی اون چیزی که امکان پذیر بود مثلا شما از بوعلی میرفتی سایمون فریزر یا مثلا همچین جایی، اصلا الان دیگه نمیشه واقعا. و آره بعد سوال چی بود؟ من فکر می‌کنم یه ذره آف ترک شدم، سوال رو یادم رفت. نه اوکی بود. می‌خواستم ببینم تعداد ایرانیایی که تو از تعداد ایرانی‌ها ای آی کار میکنن. آره ولی خب تعداد ایرانی‌ها خیلی رفته بالا، اینو داشتم میگفتم و مثلا تیم ما الان 3 نفر ایرانی هستیم از 8 نفر و ماجوریتی الان ایرانی هست. و حالا یه همون انجینیر لول 3 مون که صحبتش کردم همون ایرانیه یا آقای ایرانیه، خیلی هم به نظرم با من خیلی ریلیشنشیپش خیلی خوب بود و منو مثلا خیلی جاها منتور کرد و مثلا خیلی چیزا بهم یاد داد و مثلا حتی بیرون از کار مثلا من یه بار رفتم مثلا من رو برد گردون تو تورنتو و خوبه به نظرم، بد نیست که خیلی تعداد ایرانی‌ها رفته بالا. برای ماها اگر بتونیم با این آدم‌هایی که مثلا تو این شرکت‌ها ارتباط بگیریم به نظرم خیلی خیلی خوبیه. و مثلا من یه بار دنبال جاب داشتم میگشتم، یه آقای از گوگل به من پیام داد ببین اگه می‌خوای من به تو مثلا ریکامندیشن این ریکامندیشن رو برگشتیم بهش، ببین یه سری شرکت‌ها ریکامندیشن میخوان که اون ریفرال است، یعنی تو رو ریفر میکنن به اون شرکت، ولی بعد مثلا یه ریکامندیشن کوتاه هم باید برات بنویسن. ولی مثلا به من گفت بیا مثلا من بهت میدم، من همینطوری چیزامو نگاه کرده بود تو به نظرم اوکی و من مثلا برات میذارم. یعنی حالا منظور این بود که اتفاقی که میفته اینه که شما اگه بتونید ایرانی هایی که واقعا توی پوزیشن های خوبن رو پیدا کنید، اکثریتشون بهتون کمک میکنن. یعنی این به نظرم اتفاق بدی نیست که خیلی تعداد ایرانی ها رفته بالا، ولی خب همزمان میگم یه زمانی بود که مثلا فقط تاپ ها می اومدن، ولی الان مثلا خب شاید خیلی آدم هایی که میان انقدر تاپ نیستن و اکثر شاید خیلی ایرانی که باشون روبرو شید دیگه اون مثلا اون لول مثلا طرف آره تو مایکروسافت بود و اینا رو دیگه توشون نمیبینید، ولی خب بازم هستن اون آدما. ولی خب الان خیلی‌ها که میان خیلی‌ها اصلا میگم انقدر تعداد رفته بالا که مثلا همه دانشگاه‌ها دیگه شما برید ایرانی میبینید، تاپ باشه نباشه بد باشه هر چی شما تعداد ایرانی‌ها رو میبینید که میگم خیلی بد نیست، چون وقتی میایید کانادا خیلی مثلا یه دفعه کامیونیتی ایرانی بزرگ، شما هر جا باشید یه کامیونیتی ایرانی بزرگ وجود داره که حداقل اولش راهنماییت میکنن و مثلا یه آدمو میشناسی زبان خودت رو حرف میزنی، اینا میدونن غذای ایرانی از کجا باید پیدا کنی و خوبه به نظرم بد نیست، باحاله که مثلا ایرانیای دیگه هم هستن، باحالیه. ولی نهایتا من پیشنهاد دادم به هر کی که میخواد بیاد اینجا اینکه سعی کنه با کامیونیتی دیگه هم هنگ اوت کنه، چون اگه همش با ایرانی‌ها بچرخی، من یه در میشناسم که فقط فارسی حرف میزنن و فقط هم تو گروه ایرانی‌ها میمونن و این باعث میشه که هم زبانت بد باشه، هم کالچر بقیه رو نفهمی و نهایتا اتفاقی که میفته اینه که میگن آقا چرا مثلا ما نمیتونیم جاب بگیریم و نمیدونم شرایط سخت شده و این حرفا، ولی واقعیت اینه که نه، ببین تو نه زبان اینا رو میفهمی نه کالچرشون رو میفهمی
و خب چجوری انتظار داری بینشون جایی بگیری؟ یعنی مثلا به نظر من خیلی آدمایی که الان دارن نال میکنن از شرایط بد کانادا و این ور اون ور، که این آدما کالچر جاب و کلا کالچر اینجا رو نمیفهمن. دلیلش هم اینه که نمیگم همشون ولی بعضیاشون واقعا مثلا طرف با یه انتظارات عجیبی میاد اینجا، مثلا نمیخواد زبانش رو بهتر کنه، نمیخواد کالچر بقیه رو بفهمه و بعد جاب هم میخواد. خب چجوری میخواد؟ چجوری این امکان پذیره؟ در واقع میگی تو واسه کار کردن تو یه کشور چند ملیتی مثل کانادا شما نیاز داری یک وجه اشتراک بین ملیت‌های مختلف پیدا کنید، در واقع یک زبان مشترک. مثلا یه مثالی که همیشه خیلی واسه من ملموسه اینه که مثلا ما ایرانی‌ها یه سری شوخی‌ها داریم که این شوخی‌ها رو وقتی با هم انجام میدیم خب میفهمیم حرف هم دیگه رو، یعنی اون قسمت از مغز فعال میشه و میفهمیم زبان هم دیگه. ولی خب توی محیط چند ملیتی که هیچ شناختی از فرهنگشون نداری اینا، خب به هر حال سخت میکنه. آره خیلی درسته این. مثلا من اومده بودم کانادا، خیلی از دوستای ایرانی میگفتن که حالا مثلا من این مسئله رو دارم که یه مثلا میگن نه مثلا کانادایی‌ها خیلی با تو بهترن چون مثلا چه میدونم یه ذره از لحاظ ظاهری بهشون شبیه‌تری، مثلا هم چیزی رو نمیدونم حالا درست غلط هر چی، ولی من فکر می‌کنم دلیل اینکه نه من تایید می‌کنم من فکر می‌کنم دلیل اینکه با من مثلا من این تجربه نسبتاً خوبی رو با همه آدم‌های کانادایی اینجا داشتم و دلیلش هم اینه که من حس می‌کنم من کالچر اینا رو تا حد خوبی می‌فهمم. مثلا من شاید از خیلی سن کم زبانو شروع کردم و خیلی این سریالا و فیلم‌ها و اینا که خوشبختانه الان خیلی آمون داریم این کارو می‌کنیم اینا رو نگاه کردم، مثلا طرف یه اصطلاحی یه جوکی یه چیزی میگه من میفهمم میخندم. خب شما فرض کن مثلا طرف داره یه چیزی میگه بعد مثلا انتظار داره بخندی و پوکر فیس نگاش کنی، خب معلومه ریلیشنشیپ اون آدم با تو خوب نمیشه و تو جمع اونا جا نمیشی. یعنی مسئله واقعا این نیست که تو شبیه اینایی یا هر چی. مثلا من خیلی هندیایی رو دیدم که چه میدونم مثلا من دوست بنگلادشی دارم، یه لهجه بنگلادشی هم داره ها، ولی مثلا دانشگاهشو توی آمریکا رفته، دانشگاه بچلورشو، و خیلی اینا رو خوب میفهمه. یعنی مثلا من تا حالا آدمی رو ندیدم که انقدر خوب تو همه جمع‌ها جاشه و دلیلش اینه کالچر اینا رو میفهمه، مثلا اینا اصطلاحاتی که به کار میبرن رو میفهمه، زبانشون رو متوجه میفهمه، جوکاشون چیه، نمیدونم مثلا تفریحات اینا رو میفهمه، میدونی. ولی مثلا خیلی از ایرانیایی که اینجا اینا رو نمیفهمن متاسفانه و این اشکال نداره ها، ولی باید یادش بگیری. مثلا ببین این مثلا زبانتو بهتر کن، مثلا یه ذره با کانادایی‌ها هنگ اوت کن. آره. حالا یکم که از صحبت‌های کار اینا بزنیم بیرون، یه ذره به زندگی و اینا بپردازیم. سوالی که واسه من پیش اومده اینه که تو یه شخصیت چند بعدی داری یا صرفا یک شخصیت تک بعدی که داری تمرکز روی AI و ماشین لرنینگ و اینطور چیزاست، یا اینو اصلا پرسیدی من چند بعدی خیلی آره مثلا می‌بینی نردن، مثلا ملت تصور دارن یه هودی انداخته رو سرش رو الان داره کد میزنه و از این داستانا دیگه. حالا یه صحبتی که به وجود میاد تعادل بین کار و زندگیه، اینکه چجوری اینکه در کنار که شما داری تلاش میکنی از زندگیت هم لذت ببری. آره من ببین راستش من گفتم من خیلی به اون حالا گفتم حالا همه میگن من چند بعدیم، ولی من یه ذره به اون زندگی که دنبال این باش که چی میدونم کنکور بده بچیاری، من اصلا حس میکنم به اون زندگی من خیلی عادت کردم و حتی روزایی که من 8 ساعت که کار میکنم که هیچی، بعد مثلا بعدش 2-3 ساعت هم باز میرم یه سری کار دیگه میکنم که نمیدونم. مثلا این تایمی که من داشتم 3 ماه من اینترویو طول کشید، تقریبا 3 ماه 2 ماه و نیم، و این 8 ساعت سر کار بودم و مثلا روزی 2-3 ساعت هم واسه این میخوندم. یعنی مثلا من روزی بین 8 تا 11-12 ساعت رو کار میکردم حتی آخر هفته ها. و شاید بعضی خیلی اذیت شدم ولی من خیلی اذیت نشدم و من خیلی به این لذت هم میبری. آره من میدونی مثلا یه میگن که مثلا نه همش کار نه فلان، ولی خب داری ازش لذت میبری چرا نه، میدونی مثلا من خب الان چیکار کنم اگه این کار نکنم. مثلا من چرا مثلا خیلی دوستای اینجا، ما خیلی گروه دوستیمون هم خوشبختانه بزرگه
مثلا میریم چه میدونم دریاچه، میریم مسافرت فلان بهمان. ولی خب هفته یه بار دو بار دیگه، خب به جز اون چیکار میخوای بکنی؟ یعنی مثلا شما فرض کن من این کارا رو هم نکنم، خب آلترناتیو هم چیه؟ مثلا تلویزیون نگاه کنم، مثلا تلویزیون هم نگاه میکنم، ولی مثلا شما فرض کن آقا 16 ساعت در روز بیداری، 8 ساعتش هم کار، 8 ساعت دیگه هم چیکار کنی؟ یعنی مثلا اون اگر که چه میدونم مثلا من هابیای خودم هم دارم، مثلا گیتار میزنم، مثلا اونم خیلی ازش دور افتادم، ولی اگر اون کار رو نکنی چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی مثلا واسه من اینه ها، این فلسفی منه و این نمیگه این برای همه است و شاید یه نفر مثلا بگه نه من مثلا خیلی کارهای لذت بخش دیگه تو زندگیم هست، ولی من حس می‌کنم واسه من این که مثلا این پیپر آخریه رو بخونم و بفهمم، این یادگیریه واسه من خیلی لذت بخشه و من مثلا اینو میفهمم و من مثلا میتونم، من توانایی اینو دارم که مثلا روز 11 ساعت کار کنم، مثلا این واسه من خیلی لذت بخشه، ولی صرفاً برای همه نیست قطعاً و خب شاید خیلی کارهای دیگه ای دوست داشته باشن و به نظرم مشکلی هم نداره، ولی خب واسه من اینطوریه که نه من خیلی حتی روزایی هم که بیکار میشم چیز دیگه ای ندارم، بازم واسه من اینه که بریم ببینیم مثلا چه میدونم پیپر جدید چی اومده، چه خبره، از این حرفا. دقیقا همینطوره. اصلا به نظرم یه نسخه رو نمیشه واسه همه تجویز کرد، بر اساس اون شخصیتی که داری، علایقی که داری، در واقع اون تفریح خودت پیدا. به عنوان صحبت پایانی فرض کن معین حسنی برگشته به زمان دوران لیسانسش و سال اول دوران کارشناسیشه. چه توصیه‌ای واسش داری؟ یعنی به اون معین میگی چه کارهایی انجام بده، چه کارهایی انجام نده؟ البته خب چقدر خوب شد که اینو گفتی، چون من حالا دارم اینا رو صحبت میکنم، شاید یه نفر که بشینه اینو نگاه کنه میگه خب این مثلا خیلی درس خون بوده فلان بهمان. واقعا این نبود. من حالا اینو میگم پابلیکلی، ولی من معدل ترم اولم 13 بود، نه 12 خورده بودم فکر کنم. معدل ترم دومم اونم 12 13 بود. خب من درس ریاضی یکو که افتادم اون هیچی، درس فیزیک یکو نمیدونم با چند پاس کردم خدایا، با 10-11 پاس کردم. بعد درس این دکتر سخاینیا چی بود، مهندسی نه مقدمات مبانی برنامه نویسی رو با 12 پاس کردم، برنامه نویسی پیشرفته رو با 10 پاس کردم و خیلی فاجعه بود ترم 1 و 2 و مثلا حالا اصلا توی این فازا نبودم، چون توی این افتاده بودم که مثلا من چرا نمیدونم اومدم بوعلی، چرا مثلا اینطوری، خیلی اصلا ذهنم به هم ریخته بود، چون مثلا من علامه هدی بودم، بعد اونجا فاز یه طوریه که نه ما همه باید بریم شریف، ما همه باید نمیدونم، خیلی به نظرم درست نیست. یعنی حالا هر کی میخواد بره، ولی مثلا خیلی همه جا رو میارن پایین و به نظر من اشتباهه. یعنی صرف این که فکر کنی تو چه میدونم دانشگاه بوعلی هستی جای خوبی نیستی، به نظر من یه فکر خیلی اشتباهیه. من دانشگاه بوعلی که بودم خیلی چیزا واسم دسترس بود که شاید حتی اگر تو دانشگاه شریف بودم واسه من دسترس نبود. مثلا من تو دانشگاه بوعلی که بودم دکتر خاتندو اون لبی که داشت مثلا واقعا دستش درد نکنه، ولی مثلا 2 سال گذاشت من از جی پی یو استفاده کنم و من هیچ دوستی رو توی دانشگاه شریف نداشتم که راحت 2 سال جی پی یو دستش باشه. همچین چیزی اصلا امکان پذیر نبود توی دانشگاه تهران. و این مثلا من حالا گفتی جی پی یو، من یه چیز ببخشید وقتی بندازم حرفت اینا بمونه، شاید باورت نشه ولی داخل دانشگاه بوعلی ما جی پی یو انویدیا 4090 آوردیم. یعنی اصلا فکر کنم حالا نمیدونم تو شریف همچین چیزی وجود داشته باشه یا نه، ولی تو بوعلی ما 2 تا سیستم با این مشخصات جی پی یو داریم. یعنی خب خیلی فرصت خیلی خوبیه که تو بتونی کارهای خیلی سنگین، ریسرچ خیلی سنگین درست کاملا موافقم و این اپورتونتی هستش. فقط شاید یه ذره و اتفاقا میدونی اگه توی بوعلی یه ذره تلاش کنی به توجه میکنن و به اپورتونتی رو میدن. مثلا من دکتر خاتندو یه ذره مثلا رفتم باهاش صحبت کردم، اینا مثلا میخوام پیپر بدم، خب بیا این سیستم مثلا میدونی. یعنی اصلا اینطوری نیست که چون مثلا فرضاً توی جای مثل شریف شما اینقدر آدم هست که به کی میخوان برسن میدونی، بعد اونور مثلا ارشداشون و اینا، ولی مثلا تو دانشگاه بوعلی خیلی مثلا شما تلاش کنی خیلی به توجه میشه و به نظر من اشتباهه که مثلا کسی که بیاد بوعلی فکر کنه مثلا
جاش خوب نیست یا هر چی. به نظرم خیلی خیلی وابسته به اینه که خودت چقدر تلاش کنی. نهایتا قبول دارم که مثلا ریکامندیشنی که مثلا از استاد دانشگاه شریف بگیری شاید اعتبار بیشتری داره تو اکادمی، اینو قبول میکنم، ولی بقیه‌اش این مثلا 10% کاره، ولی 90%ش واقعا دست خودته. و من اون سال اول دوم در این اشتباه بودم که من مثلا جای بدی اومدم یا همچین چیزی و خیلی مثلا موتیویتد نبودم که اصلا کاری کنم. و بعد از سال سوم فکر کردم که خب نه، از ترم سه که خب چرا مثلا یه سری کورس‌ها مثلا ما واقعا تو بواری داشتیم که من الان که بهش فکر می‌کنم نه بابا چقدر لولش بالا بود، خیلی لولش بالا بود. یعنی من مثلا اومدم مشابهشو من اینجا برداشتم دیدم تو اون لول نبود. مثلا من اینجا سال اولی که اومدم ارشد یه دونه کورس برداشتم شبیه اون کورس هست که دکتر خودم درس میده، چی بود؟ پترن ریکگنیشن، کامپیوتر ویژن. نه پترن ریکگنیشن. یه پترن ریکگنیشن داریم. آره ما در ارشد هست. من اونو که تو ایران برداشته بودم از اینی که تو کانادا برداشتم بهتر بود، جدی میگم. یعنی مثلا چه ریاضیات که مثلا اونجا وارد شدیم، لینیر الجبرا صحبت کرد دکتر خودم و اینا، اون از چیزی که من اینجا برداشتم بهتر بود. اصلا لول تدریس، لول اسایمنت ها، لول اینکه وارد دیتیل میشدی، اینکه از استاد میتونستی راحت سوال کنی جواب میداد، دسترس بود. مثلا دکتر خودم با همیشه دفترش طبقه بالا بود. حالا بیا تو اینجا استادو پیدا کن. اصلا طرف مثلا سال آخرش بود بازنشسته داشت میشد، اصلا نبود. اصلا کیو پیدا کنیم. بعد به نظر من خیلی لول کورس‌های بواری بالاست و این چیزیه که شاید به چشم بچه‌ها نیاد. ولی یا مثلا اون کورس مهندسی نرم افزاری که اون که اصلا دیگه آره دکتر سخایی داشتیم، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، کشنده بود، اینو من میگم. ولی بابا لولش خیلی بالا بود. اون مثلا اون پروپوزالی که باید تهش طراحی می‌کردی که نمیدونم 110-20 صفحه ما نوشتیم، اون یه چیز دقیقاً چند بار رد میشد. یعنی تو پروپوزال میدادی این رد میشد. اونو من هیچ کس ندیدم که تو دانشگاه کانادا اونو متوجه باشه که اون اصلا چه جوری انجام میشه. بچه‌هایی که اینجا پاس میکنن اونو اصلا نمیفهمن. یعنی اون یه چیزی بود که اصلا و من اونو با 16 پاس کردم، خودمو کشتم و شدم 16 آخرش. و به نظر من دانشگاه بواری جای بدی نیست. یعنی من اون سال اول دوم این اشتباه می‌کردم که فکر می‌کردم چقدر بده و شاید ایکوش مثلا توجه بیشتری می‌کردم به اون کورسای ترم اول دومم. بر ریاضیاتی که پاس می‌کردیم ایکوش توجه بیشتری بهشون می‌کردم. مثلا ریاضیات کوسنس رو چه می‌دونم شدم 11 یا هم چیزی. و آره خب اینو به بچه‌ای که الان وارد میشن میگم که آقا به اون کورسای اولیه اصلا به کورسای دانشگاه توجه خوبی بکنید. و دیگه چه پیشنهادی میتونم بگم؟ درستون رو بخونید. چه کاری انجام ندن؟ مثلا چه اشتباهی داشتی که اگه برگردی عقب انجامش ندی؟ من حالا شخصا اگه برگردم عقب همین کاری که کردم و همینطوری میکنم، چون بعد اینکه اومدم ساسکچوان خیلی اتفاقات خوبی واسم افتاد و چه میدونم ازدواج کردم. ولی حالا اگر یه نفر که الان متشکرم، اگه یه نفر الان بخواد از اول شروع کنه، آره من میگم به کورسایی که دارید توجه کنید. یعنی مثلا اون اولش به چشمتون نمیاد ولی اینا خیلی خوبن، کورسای خوبی اند بالاست واقعا. مثلا اون کورسای دکتر عباسی من بابا یادم یه تایمی بود که ما از MIT برام سوال میداد، بعد یه چیزی بود خلاصه. و به نظرم من که اون کورس‌ها رو سعی کردم خیلی خوب بخونم، خیلی تاثیر مثبتی داشت. یعنی حالا مثلا من ترم اول دوم معدلم 12-13 اینا بود، ترم سوم شدم 16، ترم چهارم پنجم ششم هفتم همینطوری که رفت مثلا من رسیدم 17-18، ترم آخر معدلم 19 بود و با معدل کل 17 و 11 من فارغ التحصیل شدم. و این حالتیه که ترم 1 و 2 من معدلاش 12 است. و به نظرم کورس‌های خوبی داشتیم و بهشون توجه کنید به نظرم حتما و جدی بگیرید. و اگر به فکر اپلای هستید زبانتون رو خوب کار کنید. از همون سال اول بهتر، اگه زبانتون خوب نیست از سال اول بهتر زبانتون رو کار کنید. و ما اون کلاس‌های آموزش خانواده و نمیدونم این چیزا رو ما می‌نشستیم زبان می‌خوندیم. و نهایتاً اگر به فکر اپلای هستید به نظرم یه پیپر هم بدید چیز خوبی میشه. یعنی من این 2 پیپر دادم، گفتشم با دکتر خوداندو بود و این خیلی به نظرم موثر بود. دلیل اینکه من پذیرش گرفتم یکی از دلایل مهمش بود که من پیپر داشتم. حتما اگر
اگه نشد حالا اتفاق خیلی وحشتناکی نیفتاده، ولی اگر میتونید از سال سوم به فکرش باش. به نظر من خیلی خوبه و امکانش هم هست. استادا وقتشو دارن. اینم بازی خوبیه دیگه. گوهری مثلا دو یا خودم خیلی برام وقت میذاشت. وقتی میفرستادم میرفتم دفترش می‌نشستیم می‌خوندیم. ولی شاید شما یه دانشگاه خیلی بزرگ باشید که اساتید سرشون شلوغه اصلا به شما توجه نکنن، یعنی که یا با مثلا آقا من میخوام پیپر بدم، اصلا اون طرف درگیر نقد پیپر نمیدونم ژورنالی دانشجو پی اچ دی شه، به پیپر کنفرانسی تو توجهی نمیکنه. ولی من این اپورتونتی رو داشتم که اون توجه رو بگیرم، چون کسی دیگه ای مثلا افراد دیگه ای 64 نفر دیگه داشتن این کار میکردن و این نوبت به من میرسید، اون سیستم به من میرسید، توجه استاد به من میرسید و یه جورایی اگر شما توی این دانشگاه گران هستید خوب باشید یه اصطلاح یه ماهی بزرگ توی تنگ کوچیک میشید، یعنی اون توجه رو به شما میکنن. در نتیجه به نظرم بیشترین تلاشتون رو بکنید که اینجا خوب باشید، استادا بهتون توجه میکنن. مثلا تنها کسایی که مثلا توی اون موقع مثلا سالی که ما بودیم به دانشجوهای لیسانس مثلا ایمیل نمیدادن، مثلا من ایمیل داشتم، من نمیدونم من سیستم داشتم، اصلا یه توجه رو بهتون میکنن، یعنی اگر تلاشتون بکنید بهتون توجه میکنن. سوالم توی چت بود، اونم نمیدونم دیدی پرسیدی ازم یا نه، گفتم اونم جواب بدم قبل تمام شدن. دقیقاً سوال اینه که اپلای تحصیلی برای پی اچ دی یا اپلای شغلی بعد از ارشد. خب نه، سوال مثل اینه که با پی اچ دی بیاین یا اپلای شغلی بیاین. خب اپلای شغلی یه ذره سخت‌تره، چون مثلا خود منی که از اینجا مستر گرفته بودم یا آدمایی که اینجا مستر میگیرن اینا اینجا شغل نمیگیرن، یعنی خیلی سخت شده از لحاظ اینکه شما اینجا شغل بگیری، چون یعنی ورک پرمیت کانادا رو میگی اصلا. آره اون که هیچی، به قضیه ویزا که یه مسئله دیگه است، ولی اصلا شما اون ایمپلویری که اینجا هست به تویی که مثلا یه کشور دیگه هستی خیلی چانس این که توجه بشه خیلی کمه، چون تو کانادا الان شرایط مثلا طوریه که خیلی ها دارن اپلای میکنن برای شغل و خیلی ها هنوز پیدا نکردن. حالا اینم میگم دلیلش این نیست که مثلا سرلو جاب نیست، ولی اینه که خیلی ها دارن اپلای میکنن اون تایم و آمادگی رو ندارن، رزومه‌شون رو خوب ننوشتن، اون ریل ورلد پراجکت ها رو انجام ندادن، زبان خوب نیست، خیلی خیلی مشکلات هست و بعد اینا میان میگن نه آقا جاب نیست، یعنی خلاصش میکنن تمام کارای نکرده رو به اینکه جاب نیست. ولی خلاصه اینو بگم که خیلی الان کامپتیشن گرفتن جاب رفته بالا و یه ذره سخته شمایی که مثلا الان توی کانادا یا آمریکا نیستی از ایرانی رو پیدا کنی، مگر خیلی تاپ باشی تو ایران و اون موقع شرکت حاضره که ویزای تو رو اسپانسر شه. چون مثلا شرکت که شما اپلای می‌کنی توی اون مراحلش ازت میپرسن که تو نیاز به اسپانسرشیپ ویزا داری و معمولا اگه بگی آره اینا همونجا ردت میکنن. آره چون داستان میشه براشون، خیلی پروسه است، بعد برن چه میدونم با گاورمنت صحبت کنن، فرم پر کنن، چند ماه طول میکشه و پیشنهاد من اینه که پی اچ دی بیارید. من خودم اینجا الان پی اچ دی نمیخونم چون فکر میکنم برای اهداف من پی اچ دی لازم نیست، ولی اگر کسی میخواد بیاد به نظرم پی اچ دی خوندن چیز بدی نیست. یه تایم زیادی رو شما خواهی داشت اینجا که با کشور آشنا شی، اصلا چه خبره، من کجام، بعد بهت پول میدن و خیلی استرس داری ها. ولی مثلا شما فرض کن یه چیزی رو سر کار خراب کنی ممکنه جابتو از دست بدی، ولی من بهت میگم هر کاری هم کنی دانشگاه تو رو از پی اچ دی بیرون نمیکنه مگر اینکه واقعا همه کورساتو بیفتی هیچ کاری نکنی، در اون صورت آره. ولی خیلی 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 اصلا شاید 99.99% آدم‌هایی که میان هیچ وقت از پی اچ دی مثلا دانشگاه اینا رو اخراج نمیکنه تا اینکه خودشون مثلا یا ول کنن برن یا اینکه واقعا حالا مستر مستر به نظر من اومدن پی اچ دی چیز بدی نیست، خوبه. یه ذره خوندنش شاید 4-5 سال طول بکشه ولی خوبیش اینه که به شما اجازه میده با کشور آشنا شی، با فرهنگ آشنا شی. بابا اصلا چه خبره، من کجام، چون مستر که میای تایمت کمه ازت انتظار دارن یه تیسس هم بدی و اصلا چه خبره، من کی جاب پیدا کنم، اینو کی تموم کنم، خیلی استرسش بالاتره ولی زودتر هم تموم میشه، یعنی این خوبیش هم هست. سریع و دردناکه ولی پی اچ دی یکم کنتره، این ور رو نگاه کن اون ور رو نگاه کن، من کجام، چه خبره، من رو چی میخوام کار کنم، تازه سال سوم چهارم شاید موضوع سالید بشه آیدیات
ولی من مثلا سال اول همش کورس پاس کردم، یه دفعه سال دوم من با اینفورماتیکس هم بودم، من بیولوژی نمیدونستم که کلی کورس بیولوژی گذروندم حالا تو مسترم. بعد تا یا فکر کنم آقا من چی درارم از بیولوژی، یعنی بعد اصلا خیلی استرس آورتره ارشد نسبت به پی اچ دی چون تایمت کمتره. که به نظر من نسبت به اپلای کاری یا اپلای دانشجویی بهتره و از لحاظ ویزا و اینا من فکر می‌کنم به کسی که پی اچ دی فول فاند بیاد خیلی راحت‌تر ویزا میدن، چون که مثلا الان دارن چیزو کم میکنن، لیسانسو کانادا داره کم میکنه تعداد افراد به خاطر یه سری مسائل که خیلی ریختن اینجا و بعد خونه نیست اصلا. حالا بگذاریم از اینا، ولی فکر میکنم پی اچ دی فکر بدی نیست برای مهاجرت. خیلی عالی، مرسی بابت توضیحاتت. با این امیدوارم که هر جا هستی و میری شاد و سلامت و پیروز باشی. متشکرم، ممنونم. شما هم امیدوارم که بچه‌های دانشگاه بوعلی هم همه موفق باشن و خلاصه اگر هم که خواستی میتونی لینکدین منو بذاری، اگر کسی دوست داشت میتونه فالو کنه، یا حالا اگر سوالی چیزی داشتن میتونن تو لینکدین از من بپرسن، خوشحال میشم کمک کنم. و آره شب خوبی داشته باشید. مرسی که دعوتم کردید. مرسی، خیلی ممنونم. دم شما گرم. به امید دیدار. فعلا.